سلام، من محمد حسینم و این اولین ویدیو کانال یوتیوب آتک هستش و امروز قراره با هم یه سری دستورات پایه لینوکسی سرور رو با هم کار کنیم. شما برای این کار نیازی یه سرور لینوکسی اول بخرید و این خریدتون رو اونجا انجام بدید. بعد اینکه خرید به شما یه آی پی و یوزرنیم و پسورد بهتون میده که شما کاری که باید بکنید اینه که یه ترمینال وا کنید، یا میتونه CMD باشه یا پاورشل باشه و من از گیت استفاده میکنم برای اجرای اون دستورات. اولین دستور برای این دستور SSH هستش. بعد از اینکه SSH رو زدید باید اون یوزرنیمی که بهتون سایت داده که حالا روت هستش هم برای من موسویه اون وارد میکنید. بعد اینکه وارد کردید یه ادساین میزنید و آی پی رو وارد میکنید. آی پی رو من اینجا قبل نوشتم. خب بعد اینکه زدید یه پسورد ازتون میخواد و وقتی شما پسورد رو میزنید روی صفحه مانیتورتون نشون نمیده. نکته جالبش اینجاست. بعد اینکه پسورد رو زدید شما باید اینتر رو بزنید. من پسورد رو میزنم. خب قبول کردش و اینجا یه سری اعداد ما نشون میده که مثلا میگه مقدار استفاده از مموری تو چقدره و تعداد پروسسور رو اینجا می نویسه و تعداد یوزرهایی که وارد شدن به شما نشون میده و این آخرین باری هم که وارد شدین هم به شما نشون میده اینجا. و حالا شما میتونید دستوراتتون رو بزنید و اولین دستوری که میتونید بزنید MK دیر هستش. MK دیر مخفف میک دایرکتوریه که برای شما یه پوشه میسازه. بذار اول یه پوشه بسازیم. پوشه میسازیم به اسم تست. گفته نمیتونی فایل تست رو بذارید چون فایل وجود داره. بذار یه ls بزنیم بچه ها. ls برای لیست کردن دایرکتوری یا همون فولدرها و یا فایل هایی که توی اون مسیر هستید هست. جان ls رو من بزنم. گفتم ها اینجا یه دونه فایل 2.txt داری، یه دونه تست هم داری. چون تست از اول بوده نتونستم با این دستور mk دیر دوره یه تست دیگه بسازم. بذارش ببینیم چیز دیگه میسازم. مینویسم mk مثلا first. خب بذار دوره یه ls دیگه بزنیم برای اینکه لیست کنه. خب ما اینجا یه دونه تست داریم، پوشه تست داریم، یه دونه فرست داریم و یه دونه فایل 2.txt داریم. و من میخوام برم تو پوشه فرستی که الان ساختم. باید چیکار کنم؟ باید دستور cd رو بدم. دستور cd برای تغییر مسیری که توش هستید هست. یعنی مثلا الان من تو پوشه هوم فکر کنم هستم، درسته؟ من تو پوشه هوم هستم و الان اگه بخوام برم توی پوشه فرست و بزنم cd برم داخل پوشه فرست. واره الان پوشه فرست زیر مجموعه پوشه هوم هستش. این علامتی که اینجا میبینید یعنی هوم، علامت لو میگن علامت هوم. ما الان داخل پوشه فرست هستیم. یه ls میزنیم ببینیم چی داریم اینجا. اینجا هیچی نداریم. میخوایم یه فایل txt هم اینجا بسازیم. برای ساخت فایل باید از دستور تاچ استفاده بکنیم. من یه لحظه میکروفونم قطع شد. اینجا بودیم که میخواستیم یه دونه فایل بسازیم توی فولدر فرست. خب دستور برای ساخت فایل تاچ بود. این که میبینید یه ذره اختلال هست بین کیبورد و تایپ کردن اینجا روی صفحه نمایش، خاطر سرعت اینترنت که یکم ضعیفه. خب برای هم سری دستور می نویسیم تاچ فایل. خب توی
دستور تاچ بودیم، خواستیم که اینو فایل بسازیم. نویسیم تاچ یه فایل txt میسازیم. اینتر. خب یه الس میزنیم ببینیم ساخته شده یا نه. خب آره ساخته شده. خب ما میخوایم با این فایلی که ساختیم میخوایم مقدار دیش کنیم. برای مقدار دی کردن اکو میزنیم های داخل اینتر رو میزنیم و فکر کنم که انجام شد. خب من بخوای ببینی که انجام شده یا نه دستور دیگه هست به اسم cat برای اینکه ببینی داخل فایلی که داری چیه. cat file .txt ببینیم داخل چیه. خب گفته داخلش هایه. یه نکته دیگه هم بگم، خود دستور اکو چاپ میکنه یه چیزی رو کلا داخل صفحه، یعنی مثلا اینجا هم میتونه باشه. بذارید یه موردش رو بهتون میگم. اکو اینتر میزنیم، هلو رو برامون چاپ کرد توی این محیط سروری. هلو رو برامون چاپ کرد خود دستور اکو و اکو هم مقدار دی میتونه بکنه یه فایل رو برای شما و اگه بخوایم به فایلی که قبل نوشتیم هم یه متن دیگه اضافه کنیم باید اگه دستور متفاوت بزنیم اینجا. من براتون بزنم. الان توی فایل .txt یه های داریم درسته. الان من میخوام مقدار دی کنم دوره اکو هلو اینجا رو میزنیم. اگه الان دوباره کس کنیم این فایلی که داریم رو میبینیم که هلو جایگزین های شده. اینجا هلو داشتیم، اینجا های بود. حالا برای اینکه این کارو برای اینکه رایت نکنه کل فایل باید چیکار کنیم؟ بعد دو تا از این علامت بزرگتر رو بذاریم. مثلا امتحانش کنیم. برای کت کنه دوباره برای ما فایل .txt رو خب الان نام کنید دوتاشو نوشت هلو اکیدمی و بس سه تا دستور اکو متوجه شدیم. یه دونه حالت سادهش که پیغام چاپ میکرد، یه دونه حالتی که داخل مقدار دی میکرد با یه دونه علامت بزرگتر و یه دونه هم بدون
جایگزین میکنه ولی این مدل. و یه دونه دیگه هم اینه که اکو دیزمی داخل یه فایل .txt یا همون فایل مورد نظرتون اگه بریزید دیگه فایلتون جایگزین نمیشه، مقداری که داخل فایل دارید دیگه جایگزین نمیشه، ادامه اون رو میاد میاد. خب ما دستور cd رو گفتیم یا نه؟ آره دستور cd رو گفتیم اما مدل‌های مختلفش نگفتیم. الان ما داخل پوشه فرست هستیم از این مجموعه الان میخوام یه ls بزنم ببینم چی داریم اینجا. یه فایل .txt. خب من میخوام یه پوشه برم عقب‌تر. برای این کار cd میزنم، دو تا دات میزنم اینجا، اینتر رو بزنم، یه پوشه میرم عقب، میرم پوشه هوم. حالا یه ls دیگه میزنم، فایل و پوشه‌مو ببینم first test2.txt. خب الان میخوام داخل پوشه تست cd تست. الان رفتم داخل پوشه تست. اگه شما بخوای وارد پوشه هوم بشی cd رو میزنی با این علامت، اگه اینتر رو بزنی شما میری وارد پوشه هوم میشی. بله و cd هم فهمید برای تغییر پوشه مورد نظره. بریم دستور دیگه هم امتحان کنیم. دستور من میخوام این فایل .txt رو میرم میخوام اینو حذفش کنم. برای حذف یک فایل دستور rm رو مینویسید، مخفف remove، بعدش اسم فایلتون رو باید بنویسید. اینتر رو بزنم فکرم حذف شد. یه ls دیگه میزنم برای اینکه مطمئن بشم 20 کنه واسه ما. بله حذف شده. خب برای ریموف کردن دایرکتوری یا همون فولدر هم دستور ریموو دی رو میزنیم که هم مخفف ریموو دایرکتوریه. این دستور فقط وقتی جواب میده که داخل فولدرتون هیچی نباشه، یعنی داخل فولدر باید قطعا خالی باشه تا این دستور کار کنه. خب ریموو تست رو مثلا حذف کنیم. تست حذف شد. یه ls میزنیم، داخل تست هیچی نبود. خب تست هم حذف شد. فرست فکر کنم داخلش یه سری مقدار داشتیم. آره فرست رو رفتیم اینو توش ساختیم. بریم امتحان کنیم ببینیم حذف میشه. خب گفته fail to remove first directory not empty، گفته دایرکتوری شما خالی نیست، به خاطر این همین نمیتونه حذفش کنه. خب اما برای اینکه بخوای اینو حذف کنی باید چیکار کنی؟ باید بزنی remove من این بلش کن بزنیم remove. الان داخل فرست ما آیتم داریم. خب اگه بخوایم حذف کنیم باید این دستور رو بزنیم remove خط فاصله r و اسم پوشه مورد نظر. خب حذف شد فکر کنم. ls رو بزنیم. بعد حذف شد و شما برای مثال دو تا فایل دارید اسم دارم فایل ها رو اینجا بسازم با تاچ فایل ها رو میساختیم درسته. تاچ فایل اینونه هم تاچ دو دات
ls میزنیم ببینیم ساخته شده یا نه. بله ساخته شده. میام اکو میکنیم داخل فایل 1txt چی و های. خب الان فکرم اکو شده، کت میکنیم و دوباره ببینیم اکو شده داخلش. خب اکو شده. برای اینکه این مقدار های رو کپی کنیم بریزیم داخل 2.txt از دستور کت از دوباره استفاده میکنیم. میگیم cat 1.txt علامت بزرگتر توی 2.txt. خب انجام شد. کت میکنیم از دوباره 2.txt رو های توی اونم هست. بذاریم توی 1.txt هم هست یا نه. خب پس این راه برای کپی کردن مقدار داخل یه فایل توی یه فایل دیگه بود که میتونستیم انجام بدیم. یه ls میزنیم. ls تمام دستوری بود که خیلی استفاده کردم. خب یه 1txt یه 2.txt. برای اینکه بخوایم این فایل رو جزئیات دقیقش رو بفهمیم ls میزنیم. بعدش خط فاصله یه l میزنیم. اینا جزئیات کامل فایل با هم یه تاریخی که ایجاد شده و توسط چه کسی هم ایجاد شده اینا رو نشون میده. و یه دستوری مونده که نگفته باشیم، یه دیگه مونده برای اینکه از ترمینال خارج بشید شما باید دستور اگزیت رو وارد کنید. بعد اینکه اینطور بزنید شما از ترمینال خارج میشید. گفته کانکشن تو این IP closed، یه اتصال با این IP بسته شد. و این بود آموزش دستورات پایه ls و تاچ و سیلی و اینجور چیزا که من حالا بازم مرور این دستورات رو توی چنل تلگرام همین یوتیوب که توی بیوگرافی هم نوشته شده اونجا قرار میدم. و اگه دوست دارید که عمیق‌تر بشیم وارد لینوکس این چنل رو گم نکنید و داشته باشیدش. و خیلی ممنونم که تماشا کردید.